سلام بچه ها، خوش اومدین به یه ویدیوی خاص و متفاوت از چنل مرک فایت. امروز قرار درباره 3 فایتر ایرانی حرف بزنیم که احتمال رفتنشون به UFC واقعا بالاست. 3 اسم که شاید الان همه نشناسنشون، ولی اگه مسیرشون رو ادامه بدن تا چند سال دیگه ممکنه بشن نماینده های واقعی ایران توی بزرگترین سازمان رزمی دنیا. آگه سرداری، امیرحسین علیپور و پویا رحمانی. 3 مسیر متفاوت، 3 داستان متفاوت، اما یک هدف مشترک. آگه سرداری توی هلند به دنیا اومده، اما ریشه‌هاش ایرانیه. از همون بچگی توی فضای رزمی بزرگ شده، کشوری که مهد کیک بوکسینگه. اون سبک‌هایی مثل مویتای، جوجیتسو و حتی بوکس رو تمرین کرده و الان توی اروپا یکی از چهره‌های در حال رشد در دنیای MMA. چیزی که آگه رو خاص میکنه تعادلشه، نه فقط از نظر استایل بلکه از نظر ذهنی. همونقدر که توی استرایکینگ دقیق و حرفه‌ایه، توی گراپلینگ و دفاع زمینی هم محکم کار میکنه. الان هم چند برد مهم توی سازمان‌های اروپایی مثل کیج واریورز به دست آورده. خیلی‌ها معتقدن فقط 1-2 قدم دیگه تا دعوت شدن به کانتندر سریز فاصله داره. آگه فقط یک فایتر نیست، یک پل بین 2 دنیاست، بین ایران و اروپا، بین سنت رزمی شرق و حرفه‌ایگری غرب، و هدفش واضحه: جنگیدن به نام یک ایرانی در سازمان UFC. حالا بریم سراغ امیرحسین علیپور، یه فایتر جوون از جویبار ایران، کسی که برخلاف خیلیا بدون امکانات خاص، بدون تیم بین المللی، ولی با انگیزه بی‌نظیر داره میجنگه. امیر از مویتای و بوکس شروع کرده. مثل اکثر مازندرانی‌ها یه تخصص خاص هم توی کشتی داره. اون توی جوجیتسو هم پیشرفت کرده و چند مدال داخلی رو به دست آورده. در چند تورنمنت آسیایی نیمه حرفه‌ای هم درخشیده و کارشناسا میگن دیر یا زود یه سازمان بزرگ آسیایی مثل وان چمپیون سراغش میاد. برای امیر UFC فقط یه رویا نیست، یه هدف ملموسه و اون داره هر روز یه قدم بهش نزدیکتر میشه. اما شاید خطرناکترین نفر این لیست پویا رحمانی باشه، یه فایتر با ریشه‌های کاملا ایرانی، کسی که از دنیای کشتی آزاد و ساحلی وارد MMA شد. سالها روی دوشک کشتی مبارزه کرد و حالا اون تکنیک و قدرت رو آورده داخل قفس. سبک مبارزش خیلی یادآور فایترهایی مثل خبیب یا اسلام مخاچفه. زیرگیری‌های سریع، کنترل بی‌نقص روی زمین و فشار دائمی تا لحظه آخر. پویا هنوز تو مرحله ابتدایی کارشه، اما تو تمام مبارزاتش همه حریفاشو توی راند اول با تسلیم یا TKO شکست داده. الان فقط یه چیزی لازمه تا به سطح جهانی برسه: تکمیل کردن قسمت استرایکینگ. اون الان توی سازمان PLF فایت میکنه. اگر بتونه روند پیروزیاش رو ادامه بده، به احتمال زیاد تا 1-2 سال آینده شاهد مبارزاتش توی UFC خواهیم بود. 3 فایتر، 3 مسیر متفاوت، ولی یک هدف مشترک. آگه سرداری با تجربه بین المللی، امیرحسین علیپور با انگیزه داخلی و پویا رحمانی با قدرت فیزیکی و ذهنی. در ایران MMA هنوز اول راهه، اما با وجود همچین فایترهایی میشه گفت آینده این ورزش توی کشورمون روشنه. ما الان فقط تماشاگر شروع یه دوره جدیدیم، دوره‌ای که شاید چند سال دیگه بروس بافر با صدای بلند فرام ایران رو فریاد بزنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و کامنت بذارید که کدوم یکی زودتر وارد UFC میشه و حتما سابسکرایب کنید، چون ویدیوهای جذابی براتون دارم. مرسی از حمایتتون. من علی هستم. تا ویدیوی بعدی مثل همیشه بجنگ و به خودت باور داشته باش.